أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس ما درس میراث است. در باره میراث، در باره فضیلت و اهمیت علم میراث در درسی گذشته سخن کردیم و در این درس و اینچنین در ابتدای اسلام چگونه از یکدیگر میراث میگرفتند. در ابتدای اسلام شخص میگفت به شخص دمی دموک، خونی من خونی تو است و مال من مال تو است، من تو را یاری میکنم تو مرا یاری میکنی و من از تو میراث میبرم تو از من میراث میبری. همچنان عقد و پیمان میبستند. خیلی که الله میگوید که والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، وقتی که شما عقد پیمان بستید، سوگند یکدیگر یاد کردید، پس نصیبی آنها را بدهید. و اینچنین این حکم از بین رفت. سپس الله گفت در سوره انفال آمده است والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایاتهم من شیء حتی یهاجروا. سپس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابگان هجرت کردند، مهاجران از یکدیگر میراث میبردند. از یکدیگر میراث میبردند. شخصایی که هجرت نمیکردند، اگرچند که خویش و تبارشان باشد، میراث نمیگرفتند. برای من الله گفته است والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایاتهم من شیء. هر کسانی که ایمان آوردند وقتی که هجرت نکردند، آنها از مالی که داشته آنها داده نمی شود حتی یهاجر، تا اینکه هجرت بکنند. سپس این حکم نیز از بین رفت. الله در سوره انفال گفته است که و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. و خویش تبار از یکدیگرش میراث میبرد در حکم الله. کتاب در حکم الله، فی کتاب الله فی حکم الله. برای همین میبینیم که الله در ابتدا مرحله به مرحله میراث را مکمل کرد. برای همین خویش تبار، برادر، خواهر، پدر، پسر، همسر، اینها از یکدیگر میراث میبرند. در این بود حلقه دوم درباره میراث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.